بسم الله الرحمن الرحيم حميم رحمن يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. شبهات درباره قرآن کریم از آدرس مشرکین بیان شده و یک شبهه که از آدرس مشرکین بود این بود که قرآن کریم از سحر میگفتند که در آیه قبلی بیان شد و در این آیه مبارکه شبهه دیگرشون بیان شد که قرآن کریم افترا میگفتند که این قرآن را پیامبر خودش جور کرده و دروغ است، 100% دروغ است و نسبت دروغ به کی داده؟ به الله داده و الله رب العالمین از این شبهه مشرکین فاسخ داد و پیامبرش خطاب کرد که برشان بگو که ما خو این کار نکردیم که یعنی دروغ جور کرده باشم، بالفرض اگر این افتریته، اگر این قرآن ما دروغ جور کرده باشم بالفرض و المحال و نسبت شبکی داده باشم به الله رب العالمین داده باشم و طبعا الله باز مرا این تو نمیگذاره، مرا عقوبت بالای نازل میکنه، مرا جزا میده و مرا بالای عذاب میآید. وقتی که عذاب الله بالای ما بیاید و شما قادر به این نیستین که یک ذره از عذاب الله را از بالای ما بیرون کنید، یعنی به این معنی که در مقابل الله شما ناتوان هستین و هیچ کاری کرده نمیتونین. وقتی که شما این ناتوان هستین که در مقابل عذاب الله که بالای ما قرار بیاید شما کاری کرده نمیتونین، پس ما چطور میشه که به خاطر شما که باشه به الله دروغ بسته کنید؟ به خاطر از اینکه شما مرا پیامبر الله بدانین یا مرا به عنوان پیامبر قبول بکنین، من دروغ جور کنم و او دروغ هم نسبت به کی بگم؟ به الله بگم، در حالی که شما هیچ کاری نیم. شما چی کاره؟ نه قدرت دارین، نه کدام زور دارین، نه کدام چیزی دیگه که من به خاطر شما بالاخره دروغ جور کنم و نسبت چه به کی بگم؟ به الله بگم. شما هیچ کاری نیستین. پس بنابراین شما وقتی که در مقابل قدرت الله هیچ کاری نیستین، پس ما این دروغ جور کردیم و نه این دروغ است، بلکه این از طرف الله رب العالمین است که به من نازل کرده و این کلام رب العالمین است و شما هیچ بیکار هستین. هو اعلم بما تدبر از صحبت داشتیم، هو اعلم بما تفیدون فیه، این هشدار است برای کفار و مشرکین. الله رب العالمین به پیامبرش میگه به کافرها بگو که شما که علیه قرآن شبهه پراگنی میکنین، علیه قرآن توطیه میکنین، گاه جادو برش میگین، گاه افترا برش میگین، ایره شما بیغم نباشین که الله از این برنامه های شما و از این شبهات شما الله خبر نداره. هو اعلم، او خوب داناتر است، بما، با آن شبهاتی که، با آن توطیه ها و پروپاگنده هایی که تفیدون فیه، گفتگو میکنید شما، فیه درباره آن شبهات، یعنی درباره شبهاتی که شما گفتگو میکنین و برنامه ریزی هایی که شما میکنین، الله از تمام برنامه های شما خبر داره. چی معنی خبر داره؟ خبر داره به این معنی که فیجازیکم علی اعمالکم، با این اعمالی که شما انجام میدین شبهات علیه قرآن، فیجازیکم باعمالکم، الله شما را مجازات میکنه، سنگین مجازات میکنه الله شما را به سبب این پروپاگانده ها و دسیسه هایی که شما جور میکنین. هو اعلم بما تفیدون فیه، تفیدون القدح فی وحی الله عز وجل، مراد از بما تفیدون فیه القدح فی وحی الله عز وجل، اعتراضاتی که شما درباره وحی الهی میکنین، القدح فی وحی الله عز وجل، اعتراضاتی که درباره وحی الهی شما میکنین الله از او خبر داره. یا که بما تفیدون فیه، امام خازن معنا میکنه تفیدون به معنی تخوضون فیه، خاض یخوض به معنی داخل شدن است. و هو اعلم، الله داناتر است، بما تفیدون فیه، بما تفیدون چی معنی؟ تخوضون فیه، که شما در او داخل میگردید، در آنچه که شما داخل میگردید الله از او خبر داره. من التکذیب بالقرآن والقول فیه،
هو اعلم بما تفیضون فیه ای تخوضون فیه من التکذیب بالقرآن والقول فیه. یعنی تکذیب قرآن که شما میکنین یا ایست که قرآن جادو میگین یا افترا میگین، از تمام این گفته های شما و این توطیه ها و برنامه های شما الله خبر داره. هو اعلم بما تفیضون فیه. وقتی که خبر دارد چی میشه؟ فیجازیکم فی اعمالکم. مطلبش هم است که با این کارهایتون شما سخت مجازات میشین. و بعض از مفسرین معنا کردن هو اعلم بما تفیضون فیه ای تشتغلون خلاف القرآنی. تشتغلون خلاف القرآنی که علیه قرآن که شما مشغول هستین و برنامه جور میکنین، الله از او خبر داره. الله از او خبر داره. بعد از بیان این شبهات علیه قرآن، الله رب العالمین میفرماید که پیامبرش خطاب میکنه که بگو پیامبر شما با پیامبری ما گواهی بدهین یا ندهین. ضرورت به گواهیتان نیست. شما با رسالت ما به صداقت قرآن گواهی بدهین یا ندهین ضرورت نیست. چرا؟ کفا به شهیدا بینی و بینکم. شهادت الله برای راستی من و راستی سخن من کافی است. کفا به شهیدا بینی و بینکم. الله و پیامبرش میگه که به این مشرکا خطاب کو، به مشرکا بگو که اگر شما به رسالت ما شهادت بدین خوب، اگر ندادینم ضرورت به شهادتتان نیست. اگر شما به صداقت قرآن کریم شهادت بدهین خوب، اگر ندهین هم ضرورت نیست. چرا؟ به خاطر از اینکه شهادت الله برای راست بودن من و برای راست بودن سخن من کافی است. کفا به شهیدا بینی و بینکم. کافی است الله شهیدا به عنوان گواه بینی و بینکم، در میان من و در میان شما. یعنی شهادت الله به راستی من و به دروغ شما کافی است. قسمی که مفسرین نوشته میکنن که یشهد لی بالصدق والبلاغ، الله شهادت میدهد. یشهد لی، گویا پیامبر میگوید که یشهد لی، الله گواهی میدهد در حق من بالصدق والبلاغ، براستی من، والبلاغ و برساندن من که من پیامش هستم و پیام رسانش هستم. و علیکم بالکذب والانکار، و شهادت میدهد الله بر شما، بر تکذیب شما و بر انکار شما. گویا الله دو قسم شهادت میدهد. یکی شهادتش بر چی است؟ بالصدق والبلاغ، بر راستی من شهادت میدهد الله و به این که من پیامبرش هستم به او شهادت میدهد و به دروغ شما و به انکار شما شهادت میدهد. شهیدم بینی و بینکم، الله کافی است از لحاظ گواهی در میان من و در میان شما. یعنی شهادت الله در حق من هم کافی است که در حق من چی شهادت میدهد؟ بالصدق والبلاغ. و در حق شما چی شهادت میدهد؟ بالکذب والانکار. تو شهادت الله کافی است. الله که مرا تایید میکنه و شما را چی میکنه؟ رد میکنه. اونم شهادت الله کافی است. چرا؟ و من اصدق من الله حدیثا، یا و من اصدق من الله قیلا. از الله که در راستگوی دیگه کی است؟ از سخن الله که در سخن راست دیگه کو کی؟ وقتی که الله میگه پیامبر ما حق است، راش حق است، پیامش حق است، و شما را میگه که شما دروغگو هستین، شما منکر هستین، و شهادت الله به حق بودن ما و به ناحق بودن شما چی است؟ کافی است. کفا به شهیدا بینی و بینکم، کافی است الله شهیدا به عنوان گواه در میان من و در میان شما. باز هم با وجود این قدر شبهات مشرکین علیه قرآن، علیه پیامبر، در آخر آیت الله این کفار و مشرکین را دعوت به توبه میدهد. برشان میگه ببینین اگر شما علیه قرآن توطیه کردین، علیه پیامبر توطیه کردین، علیه دین توطیه کردین، هر چی کردین، باز آلی هم وقت است بیاین توبه کنین، بیاین رجوع کنین به سوی الله. و هو الغفور الرحیم، او بسیار آمرزگار هست و بسیار بخشنده است. الرحیم و بسیار مهربان است. یعنی گویا دعوت است به سوی توبه. کافران و مشرکان را الله به سوی توبه دعوت میکنه
که حالا هم وقت است، هر چی کردیم تا به امروزه، خب وقت باقی است، حیات باقی است، بر بگردیم، پیش نریم. یعنی و هو الغفور الرحیم ایره نشان میده که الله چقدر مهربان است. با وجود این شبهه پراگنی های مشرکان و کافران و توطئه هایشان علیه قرآن، علیه پیامبر، بازم دعوتشون به توبه میکنه. میگه بیاین نکنین، آلی هم بس است. و هو الغفور الرحیم، او بسیار بخشنده است، الرحیم و بسیار مهربان است، بیاین توبه بکنین. قسمی که همین چیزی که من براتون عرض کردم مفسرین هم نوشته کردن. امام خازن رحمت الله علیه در تفسیرش نوشته میکنه که هو دعاء لهم الى التوبه، اینمی آیه مبارکه و هو الغفور الرحیم دعاء لهم، یک فراخوانی است برای کافران و مشرکان، الى التوبه، بسوی توبه، دعاء لهم الى التوبه، دعاء لهم الى التوبه، یک فراخوانی است برای کافران و مشرکان به سوی توبه. الله میگه بیاین توبه بکنین، دعاء لهم الى التوبه. یا و هو الغفور الرحیم اشاره به طرف تأخیر عذاب است از ایشان. و هو الغفور الرحیم اشاره به این است که با وجود این تو سوال میشد که این کافرای پروپاگاندا میکنن، دسیسه میکنن، نه خب چرا الله یارا تباه نمیکنه، چرا الله اینها را از بین نمیبره؟ الله به همین سوال جواب میده. این که الله اینها را تباه نمیکنه و برباد نمیکنه، علتش این است که و هو الغفور الرحیم، او بسیار بخشنده و مهربان است. در چی مهربان است؟ فی تأخیر العذاب عنکم. و هو الغفور الرحیم فی تأخیر العذاب عنکم ای المشرکین، در تأخیر عذاب از شما مشرکا الله غفور و رحیم است. او الله هست که با وجود این همه کارهایی که شما میکنین باز هم از اغماس میکنه، باز هم چشم پوشی میکنه و نادیده میگیره همه برنامه های شما را. اگر در مقابل یک مخلوق همون یک حالت صورت بگیره، خب فورا اقدام میکنه و فورا تباه میکنه، آن چه از دستش میکنه. لیکن چون او خالق است، از این جهت هر قدر که شما کافرها، شما مشرکها علیه دین الله، علیه اهل دین الله پروپاگاندا میکنین، بازم الله رب العالمین چی است؟ در تأخیر عذاب غفور و رحیم است. بازم شما را وقت داده است که شاید که توبه بکنین، شاید که از راهتان بر بگردین. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. تا اینجا بیان شبهات علیه قرآن بود. اگر متوجه باشین شبهات علیه قرآن بیان شد. از این و بعد در این آیه مبارکه که تلاوت کردم شبهه علیه رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم. در این آیه مبارکه شبهه علیه رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان می شود. تو عنوان آیه مبارکه است پاسخ به شبهه مشرکان درباره رسالت محمد صلی الله علیه و سلم. عنوان آیه مبارکه است پاسخ به شبهه مشرکان درباره رسالت محمد صلی الله علیه و سلم. شما میدانید که مشرکین مکه برای انکار رسالت محمد صلی الله علیه و سلم شبهات عجیب و غریبی پیش میکردند. شما میدانید که مشرکین مکه برای انکار رسالت محمد صلی الله علیه و سلم شبهات عجیب و غریبی پیش میکردند. از جمله اون شبهاتشان یک شبهشان چی بود؟ یک شبهشان این بود که تو پیامبر شدن نمیتوانی، تو پیامبر شدن نمیتوانی به خاطر اینکه تو بشر هستی، زن و فرزند داری و در بازارها میروی و میگردی. شبهه عجیب نیست؟ محمد صلی الله علیه و سلم را میگفتن مشرکین که تو پیامبر شدن نمیتونی. خود چرا شدن نمیتونی پیامبر؟ چرا پیامبر شدن نمیتونی؟ به خاطر از این پیامبر شدن نمیتونی که یک بشر هستی، دو زن فرزند داری
3 در بازارا میگردی. درست؟ یا دلایل اصلی که تو پیامبر شده نمیدانی. قسمی که امی شبهه در سوره فرقان است اگر متوجه باشیم، غالبا که سوره فرقان است. ما لهذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق. امی اعتراض در اونجا بود، چی تو پیامبر است که نان میخوره و یمشی فی الاسواق و در بازارا میگرده؟ یعنی به معنی کسی که نان بخوره، زن و فرزند داشته باشه و در بازارا بگرده او پیامبر شده نمیدانه. البته از آدرس یعنی کی تفکری مشرکین دیگه می بوده و باور از اونا می بوده دیگه. یک شبهه عجیب و غریب شان می بوده درباره رسالت پیامبر. و شبهه دیگرشان چی بود درباره رسالت رسول الله علیه السلام؟ دیگر شبهشان این بود که تو خانه طلایی نداری، تو پیامبر شدن نمیتونی. چرا ما پیامبر شدن نمیتونم؟ به خاطر اینکه خانه طلایی نداری. یعنی پیامبر کسی شده میتونه که خانه چی داشته باشه؟ طلایی داشته باشه و تو خانه طلایی نداری. و همین شبهه غالبا در سوره فرقان است، در اونجا است، یعنی که در سوره او بیت من زخرف او ترقى فی السماء، همین سوره است، یعنی سوره مبارکه بنی اسرائیل است غالبا، سوره بنی اسرائیل است غالبا. در همین شبهه در اونجا است که مشرکین مکه پیامبر صلی الله علیه و آله میگفتن که تو خانه طلایی نداری، تو باید خانه طلایی داشته باشی، باز ما طرف به پیامبری قبول میکنیم. سوره بنی اسرائیل است غالبا که بنی اسرائیل است. اسراس نه آیه 93 گفتم که سوره اسراء و بنی اسرائیل یکی است. این همین شبهه در اونجا هم بود، در اونجا بود که او بیت من زخرف او ترقى فی السماء، که تو باید خانه چی داشته باشی؟ طلایی داشته باشی. این شبهه بسیار عجیب و غریبی است. یک نفر بگو که تو پیامبر شدن نمیتونی به خاطر اینکه خانه طلایی نداری. ولی خانه طلایی یعنی چی؟ باشه نباشه، ما به این باور هستیم شما مسلمان‌ها که انظر الی من قال الی ما قال ولا تنظر الی من قال. این که کی از گوینده را نبی که خانه طلایی داره نداره، کی است؟ من چی را ببین؟ ما قال ببین. ما خب به این باور هستیم که ما من قال نمیبینیم، چی را میبینیم؟ ما قال میبینیم و اعتبار ممنون ما قال داره، من قال نداره. حرف حق ولو از آدرس یک نفری به حساب کراچیوان هم که برای ما گفته شود، برای ما اینی که یک کراچیوان است. این یک مفکوره کاملا اشتباه هست که من قال مد نظر گرفتن که من قال کی است. همین ما مردم افغانستان همین من قال در نظر گرفتیم، ما قال در نظر نگرفتیم که وضعیت ما به اینجا رسیدگی سمته رسونی. همیشه مردم از آدرس عبا و قبا شناختیم، همیشه مردم را از آدرس ریش دراز شناختیم، مردم را از آدرس چی شناختیم؟ پرنتونبان و کالای سفید و که کالا دو درزه باشه و دایی شدیم. کالای سنتی نمیدوزن، یک درز از اینجا داره دیدید شما؟ دراز کالا باشه و ما مردم از ما آدرس شناختیم. چی را دیدیم؟ من قال دیدیم دیگه ما در افغانستان، ما قال ندیدیم که امی آدم چی میگه. اینمی یک معضله در افغانستان هم هست که ما مردم افغانستان همیشه دنبال کی رفتیم؟ من قال رفتیم که کی میگه، ندیدیم که چی میگه. اگر چی میگه را میدیدیم نه آلی جنجالا نمیبودیم، آلی ما با این وضعیت نمیبودیم، آلی ما در یک مستوای بالای از دین قرار میداشتیم، ما اصول دین آلی میفهمیدیم. متاسفانه در افغانستان هم امو فضا حاکم است که امو تئوری یا طرز تفکری که مشرکین داشتن برای حق، این معیاری که اونا داشتن اونا معیار ما داریم. میبینی که کی از هر قدر که لوکس باشی، کاکا باشی، لونگیت کتا باشه، شکمت کتا باشه، ایشون مردم میگه او فلان مولوی بوری که ببینیش، خوشت میاد که ببینیش، اونمون رو میبینیم خلاص دیگه. ولو این سخنی از او وزن داره نداره، در قصه از او کسی نیست. این جنجال کلان است. و اینمی طرز تفکر مشرکین داشتن که پیامبر ما قال پیامبر را نمیدیدن. چی را میدیدن؟ من قال میدیدن که این پیامبری بشر است، این زن داره، این در بازار میرگی. این کلش ارتباط به کی میگیره؟ به من قال میگیرنی؟ به ما قال نمیگیره. کل تفسیرش سر من چی بوده؟ من قال بوده که کی میگه، در حالی که اون مهم نبود، من قال مهم بود، باید که حرفای پیامبر دیده میشد. خب به هر صورت این دیگه هم یعنی شبههشان بود درباره رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم که خانه طلایی نداره. آن خانه طلایی می داشت، باز ما به ایمان پیامبر قبولش میکردیم.
درست شد؟ این هم در سوره بنی اسرائیل بود. در اینجا چی شبه است؟ در اینجا در این آیه مبارکه که درس ما است، در اینجا شبهه چی است؟ شبهه‌ای که در اینجا ازش پاسخ داده شده این است که مشرکین مکه در ارتباط با پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم میگفتند که پیام محمد پیام نو است، پیام محمد پیام نو است، منهج محمد منهج نو است و راهی را که محمد بیان میکنه این راه نو است. یعنی به این معنا که سابقه تاریخی نداره. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. در یک آیه دیگه میاد، یعنی کدام یکی از سوره های قرآن کریم است که مشرکین میگفتن که ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، این حرفای محمد را ما در پدران پیشینمان، در نیاکانمان، در اجدادمان این حرفا را ما نشنیدیم. و چیزی که محمد میگوید یک چیز نو است، منهجی را که محمد آورده یک منهج نو است، راهی را که محمد به او دعوت میکنه یک راه نو است، بنابراین ما قبولش نداریم. ما این را پیامبر نمیدانیم، راهی از این را حق نمیدانیم، چرا که راهی از این راهی نو است. الله رب العالمین از همین شبهه مشرکین راجع به رسالت محمد صلی الله علیه و سلم پاسخ می‌دهد و می‌فرماید که برشان بگو محمد ما کنت بدعا من الرسل، شما اشتباه میگین که منهج محمد نو است، راه محمد نو است، شما اشتباه میگین. به خاطر اینکه ما کنت بدعا من الرسل، الله و پیامبرش میگه که به مشرکا بگو که من نخستین فرد پیامبران نیستم، من نخستین فرد پیامبران نیستم. ما کنت بدعا من الرسل، بدعت خو نوا میگن نه، چیزی که نخست بار او ایجاد شده باشه، سابقه قبلی نداشته باشه، اونمو را بدعت میگن. چیزی نو ظهور، نوبر، او را بدعت میگن. تو من الرسل ما کنت بدعا من الرسل، من نیستم بدعا من الرسل نخستین فرد پیامبران. چی مطلب داره نخستین فرد پیامبران نیستن؟ یعنی به این معنا که پیش از من این منهج بوده، پیش از من دیگر پیامبران آمدن، پیش از من دیگر پیامبران آمدن، اونام بشر بودن، اونام زن و فرزند داشتن، اونام در بازارها میگشتن، اونام خانه طلایی نداشتن. شما مشرکین اوها را چی رقم قبول دارین؟ شما خو ابراهیم قبول دارین، کلتان میگین که ما در ملت کیستیم؟ مشرکین مکه میگفتن که ما در ملت ابراهیم هستیم. گویا الله با مشرکین خطاب میکنه که شما محمد میگین که این نو است، منهجش نو است، راهش نو است، این بشر است، این زن و فرزند داره، این در بازار میروه، این نان میخوره. اینمی چیزی را که اعتراضات را سر محمد میکنین خو اینمی قسم خو پیش از این دیگه پیامبران به می شکل بودن. امی ابراهیمی را که شما قبول دارین، ابراهیم زن و فرزند نداشت؟ ابراهیم نان نمیخورد؟ ابراهیم در بازار نمیگشت؟ ابراهیم خانه طلایی داشت؟ چی رقم شما ابراهیم قبول دارین و میگین ما در ملت ابراهیم هستیم و باز در نوبت قبول کردن محمد که میشود، رسالت محمد که میشود، باز میگیم والا منهجش نو است، راهش نو است، ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. یعنی الله رب العالمین را ثابت میکنه شما مشرکا دروغ میگین که منهج محمد نو است، دروغ میگین، منهجش نو نیست بلکه سابقه تاریخی داره. پیش از محمد دیگر انبیا آمدن که شما او را قبول دارین، شما مشرکا. خب حقیقت این بود که انکار رسالت محمد صلی الله علیه و سلم ریشه در چی داشت؟ در عناد داشت. ریشه در عناد داشت که چرا ابو جهل واری سردار پیامبر نشد، چرا عتبه واری، ولید واری کسا نشدند. این ریشه در چی داشت؟ در عناد داشت که این شبهه ها را که مطرح می‌کردند. در غیر از اون موضوع واضح بود که رسول است. الله جواب میده قل بگو ای پیامبر ما کنت بدعا من الرسل، من نیستم بدعا من الرسل نخستین فرد پیامبران، من نخستین فرد پیامبران نیستم بلکه پیش از من دیگه پیامبران آمدن. وارا شما قبول دارین، مرا چی رقم قبول ندارین؟ منهج ما چی رقم براتون منهج نو شد؟
بدعا من الرسول مفسرین معنا میکنه که معنای همین آیت را که ما کنت بدعا من الرسول را مفسرین معنا میکنن که ما جئتکم بامر بدیع. گویا پیامبر صلی الله علیه و سلم به مشرکین مکه میگوید که ما جئتکم، من نزد شما نآمدم، بامر بدیع، که یک چیزی نو را آورده باشم، بامر بدیع لم یأتی به الرسل، لم یأتی به الرسل، که نآورده باشند آن امر را دیگر پیامبران قبلی پیش از من. ما جئتکم بامر بدیع لم یأتی به الرسل قبلی، ما کدام چیزی نوی را نیاوردم که پیش از من دیگر پیامبران او را نیاورده باشند. بل جئت بمسألة التوحید، بلکه من نزد شما مسئله توحید را آوردم. التي آن مسئله توحیدی کی هی مجمع الانبیاء، هی مجمع الانبیاء، که موضوع اتفاقی و مسئله اجماعی تمام انبیاء است. تمام انبیاء علیهم السلام از آدم علیه السلام تا و عیسی علیه السلام که بعدش رسول الله آمدن تا حضرت عیسی علیه السلام، موضوعی که در مابین کل انبیاء اجماعی بود مسئله چی بوده؟ توحید بوده، که الله یکی است. کل پیامبران اینمی دعوا را داشتن که الله یکی است، در ذاتش، در صفاتش، در الوهیتش، در ربوبیتش. درست؟ کل انبیاء. گویا پیامبر علیه السلام با مشرکین میگه که مسئله را که ما آوردیم، منهجی را که ما آوردیم، این منهج کدام منهجی نو نیست، بلکه منهجی مجمع علیه تمام انبیاء است. کل انبیاء که باشه به این مسئله که ما آوردیم اجماع داره. چه رقم برای شما نو است؟ چی تو برای شما نو است که شما میگین که گپای از ما قبلا نشنیدیم، ندیدیم، ما سمعنا بهذا فی آبائنا اولین. و باقی ماند این موضوع که آیا مسئله توحید مسئله مجمع علیه در میان تمام انبیاء است؟ بله، در همین سوره آیه 25 ببینیم. این همین سوره مبارکه احقاف آیه 25 ببینیم. در آیه 25 سوره احقاف این موضوع ثابت می شود که مسئله توحید مسئله اجماعی تمام انبیاء بوده. کل انبیاء اجماع داشتن در مسئله توحید و کلشان همین کار کردند. آیه 25 ببینیم. در آیه 25 همین سوره مبارکه احقاف همین موضوع است. آیه 25 است یا آیه 21 است؟ آیه 25 آیه 21 است. آیه 21 است. واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظیم. آیه 21 است. 25 21 بگیریم. آیه 21 سوره احقاف ببینید که ثابت می شود که منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسئله را که رسول الله بیان کردن مسئله مجمع علیه در میان تمام انبیا بوده. واذکر اخا عاد، یاد کن اخا عاد را، برادر عاد. برادر عاد کی بوده؟ برادر نسبی مراد است، برادر دینی مراد نیست. اخا عاد کی است؟ هود علیه السلام. میگه هود علیه السلام را یاد کن اذ انذر قومه بالاحقاف، وقتی که بیم داد هود قوم خود را در منطقه احقاف. و قد خلت النذر من بین یدیه، پیش از حضرت هود علیه السلام هم بیم دهندگان تیر شدند. و من خلفه، و بعد از حضرت نوح علیه السلام و هود علیه السلام هم دیگر بیم دهندگان می آیند. تمام بیم دهندگانی که پیش از هود بودند و تمام بیم دهندگانی که بعد از هود می آیند تا محمد را، تمامشان یک مسئله را بیان کردند. چی بوده؟ الا تعبدوا الا الله،
الا تعبدوا الا الله، یعنی قد خلت النذر من بین یدیه و من خلفه، اشاره است به طرف تمام پیامبرانی که پیش از هود هستند و تمام پیامبرانی که بعد از هود علیه السلام آمدند، تمامشان یک مسئله را، یک منهج را پیش بردند. او منهج امیست که الا تعبدوا الا الله، و مردم گفتند که پرستش نکنید جز الله یکتا و یگانه را. پس بنان پیامبر علیه السلام گویا با مشرکین میگه که منهج مرا که شما منهج نو میگین، این منهج نو نیست، بلکه تمام انبیا پیش از ما و بعد، یعنی پیش از هود و بعد از هود، تمامش تا اینکه ما آمدیم همه ما یک منهج پیش میبریم که همانا مسئله چیست؟ توحید است. و ما كنت بدعا من الرسل، امام قرطبی رحمت الله علیه بدعا من الرسل معنا میکنه ما كنت بدعا من الرسل. امام قرطبی و امام ابن کثیر معنا میکنه که لست باول رسول. ما كنت بدعا من الرسل چی معنا؟ لست باول رسول. گویا پیامبر علیه السلام با مشرکین میگوید که من نخستین پیامبر نیستم که طرق العالم، او به عالم آمده باشه. ما كنت بدعا من الرسل چی معنا؟ لست باول رسول. من نخستین پیامبر نیستم، بدعت به معنی اول، ما اول پیامبر نیستم که طرق العالم، او به عالم آمده باشه. بل جاءت الرسل من قبلی، بلکه آمدن پیامبران پیش از من، پیش از من آمدن. فما انا بالامر الذي، فما انا، پیامبر اسلام با مشرکین میگه که من نیستم به امر الذی، به موضوع، به امری که لا نظیر له، که او نظیر قبلی نداشته باشه و مثال قبلی نداشته باشه. فما انا بالامر الذي لا نظیر له، من نیستم استوار به امر، به کار، به منهجی که لا نظیر له، که او مثال قبلی نداشته باشه. خب خلاصه بحث این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم این ثابت میسازه که منهج ما منهج نو نیست و راه ما راه نو نیست، بلکه پیش از ما دیگر پیامبرا آمدن، امی منهج داشتن، امی راه را داشتن، و شما قبول دارین اما مرا قبول ندارین و به من میگین که راه تو راه نو است. خب این جزئی که عناد دارین و از روی عناد دیگه پا میزنین، او جدا موضوع است. در غیر از اون که باشه پیش از من این منهج بود، امو ابراهیمی که قبولش دارین، امو ابراهیم این منهج را داشته، امو ابراهیم که باشه نخستین فرد بت شکن است در بندگان الله رب العالمین. تو چطور شما میگین که تو نو هستی و پیامت نو است؟ و اینمی چیزی که شبهه‌ای که به رسالت محمد صلی الله علیه و سلم مشرکین مکه داشتن که میگفتن که منهج تو منهج نو است، اینمی اعتراض را یک تعداد مسلمانان همین زمان هم دارن. در همین شرایط ما شما هم اگر کسی که واقعیت‌های دین بگوید، اکثر مردم چی میگن؟ میگه والا یک دین نو آورده، یعنی و سیعود کما بدأکی در حدیث آمده، تقریبا واقعیت‌های دین رفته به طرف ناشنایی، به طرف اجنبیت رفته، حقیقت‌های دین به طرف اجنبیت رفته و این که مردم با او آشنا نیستن. وقتی شما حقیقت دین بگوین مردم چی میگن؟ قسمی که مشرکین به رسول الله گفته بودن که ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، گپای تو را ما در پدرای پیشین ما نشنیدیم، تو منهج نو آوردی که الله جواب داد که نه ما کنت بدعا من الرسول. عین نمی اعتراض امروز بالای اهل حق صورت میگیره، کسایی که واقعیت‌ها را میگن. مردم برشون میگه که این منهج نو است، این دین نو است، این از کجا آوردی؟ و یک تعداد دیگه از مردم هم که باشه که میفهمنم نمیگن که یا راست میگن، وارم که باشه در آسیای از اموا، در امو نادانی از وا که باشه آب میاندازه، میگن شما به منهج بابایتون باقی بانید، یا نو چیزا آوردن و این منهج نو است و این راه نو است. توجه باشین که بیرایتان نکنن، متوجه باشین که از مسیرتان برطرفتان نکنن. مردم توصیه میکنن بر ثابت ماندن بر امو بدعات، بر ثابت ماندن بر امو مزخرفات. تعدادی هستن دانسته این کارا میکنن به خاطر بقایشان یا به خاطر همون جایگاه اجتماعی که در اونجا دارن که شیخ سیب برشان میگن یا فلان سیب برشان میگن یا مرشد سیب برشان میگن، به خاطر بقا در همون منصب و در همون جایگاه مردم بر همون بدعات توصیه میکنن و مردم راهی واقعی را چی میگن؟ یک چیز نو است.
ما كنت بدعا من الرسل. بدعا از بدعت گرفته شده، چیز نو ظهور. یعنی بدعت به لحاظ معنای لغوی چی را میگن؟ نخستین چیزی که پیش از آن چنین چیزی دیده نشده باشد. بدعت به اعتبار معنای لغوی چی را میگن؟ نخستین چیزی که پیش از آن چنین چیزی دیده نشده باشد، اینمی را بدعت میگن. نخستین چیزی که پیش از آن چنین چیزی دیده نشده باشد. ما کنت بدعا من الرسل، من نیستم بدعا من الرسل، نخستین فرد از پیامبران، یعنی پیش از ما دیگه پیامبران هم آمدن. و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، و ما ادری، و من نمیدانم که ما یفعل بی، آنچه که کرده می شود در حق ما، یعنی ما ادری، من نمیدانم که ما یفعل بی چی صورت میگیرد، چی معامله صورت میگیرد به من، ولا بکم و به شما. این هم رد یک شبهه است. ما ادری ما یفعل بی ولا بکم رد یک شبهه است. شبهه این بود که مشرکین میگفتن که خب اگر تو میگویی محمد که من پیامبر الله هستم و رسول الله هستم، خب یگان موضوعات غیبی را به ما بگو، یگان گپایی را از غیب برای ما بزن که باز اونمو تو شود، اما تو بگو یک گپی را برای ما بزن که باز مرور ایام او را ثابت بکنه و اما تو یک کار شود، یگان گپای غیبی را به ما بگو. تو الله رب العالمین به پیامبرش میگه که میگه به این مشرکا بگو که پیامبر هستم، خب مگر غیب دان نیستم، چرا که وظیفه پیامبر دانستن غیب نیست که پیامبر غیب بدانه، و شرط برای پیامبرم دانستن غیب نیست که کسی که غیب بدانه اونمو پیامبر است. الله به پیامبرش میگه برشون بگو که ما ادری، من نمیدانم، هستم رسول خود نمیدانم که ما یفعل بی چی معامله صورت میگیرد با من. البته ما یفعل بی من امور دنیا مراد است، من امور دنیا مراد است، من امور دین مراد نیست. یا من امور دنیا مراد است، یعنی من امور الاخرت مراد نیست. از امور دنیا خب من نمیدانم که به من چی معامله صورت میگیره، که من در مکه میمانم، از مکه کشیده میشوم، توجه هستید؟ یعنی من نمیدانم که با من چی صورت میگیره، که من از مکه بیرون کرده میشوم، در مکه باقی میمانم، یا به موت طبیعی خود میمرم، یا هم که شهید کرده میشوم از آدرس مردم و امتم. توجه هستید؟ ما یفعل بی، پیامبر میگه به مشرکین که من نمیدانم که با من چی صورت میگیرد. من اموری الدنیا، متوجه باشید، من امور دنیا مراد است، یعنی از لحاظ دنیا نمیدانم که با من چی صورت میگیرد، اما از لحاظ آخرت خود میدانم. الله برام گفته که از لحاظ آخرت ما و پیروانم چی هستیم؟ کامیاب هستیم، و کسانی که مخالف ما هستند و چی هستند؟ ناکام هستند. از لحاظ آخرت خود میدانم که از لحاظ آخرت ما و پیروانم کامیاب هستیم و کسانی که مخالف ما هستند و ناکام هستند. این را خود میدانم، الله برام گفته، اما از لحاظ دنیا نمیدانم که ما یفعل بی، به من چی معامله صورت میگیره، که مکه میمانم یا اخراج میشم، و موت طبیعی میمرم یا است که شهید کرده میشم، نمیدانم، برام معلوم نیست. درست شد؟ اما از لحاظ آخرت میدانم، ببینید که خودم میدانم. الله برام گفته که جایگاه اخروی ما و پیروان ما کجا هست، این برام گفته. الله او را خوب میدانم، اما از لحاظ دنیا نمیدانم. ولا بکم، و درباره شما هم نمیدانم که با شما چی معامله صورت میگیره. درباره شما هم نمیدانم که با شما چی معامله صورت میگیره. چی معامله صورت میگیره چی معنی؟ که شما بر ایمان میارید یا بر کفر خود ادامه میدهید. من نمیدانم. درباره هیچ یکی از شما نمیدانم که کدام یکی از شما ایمان میارید و کدام یکی از شما بر کفر چی میمانید.
باقی میمانیم. من نمیدانم که ما یفعل بی ولا بکم، به شما چی معامله صورت میگیرد در دنیا، کدامت ایمان میاری و کدامت به کفر باقی میمانی. و ایرم نمیدانم که عقوبت الهی زود دامنگیری شما میشه، ایرم نمیدانم که عقوبت الهی زود دامنگیری شما میشه یا اینکه برایتان مهلت داده میشه. ایرم نمیدانید. توجه شدین که ما ادری و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم تعلقش به کجا بوده؟ به دنیا بوده. از لحاظ دنیا درباره خودم هم نمیدانم و درباره شما هم نمیدانم. از لحاظ آخرت درباره خودم هم میدانم که الله برام گفته که تو و پیروان جنتی هستین و کسانی که مخالف تو هستن واقعی هستن دوزخی هستن. از لحاظ آخرت خود برام گفته شده، او را میدانم، اما از لحاظ دنیا برام هیچ چیزی گفته نشده و من از پیش خود علم غیب نمیدانم که براتون بگم کی ایمان میاره کی نمیاره، عذاب زود دامنگیری شما میشه و مهلت داده میشوین. این گپا من نمیدانم. درست شد؟ و این آیه مبارکه در نفی علم غیب از پیامبر صریح است. این آیه مبارکه در نفی علم غیب از پیامبر صریح است، بالکل به صراحت به زبان پیامبر که الله و پیامبر میگه که تو بگو که ما ادر ما یفعل بی ولا بکم، من نمیدانم که به من چی معامله صورت میگیره و به شما چی معامله صورت میگیره. من یک دقیقه یعنی بعد خود را خبر ندارم که چی صورت میگیره و چی قضیه در این کائنات میشه، چی واقع میشه. و همین نفی علم غیب از پیامبر قسمی که در اینجا به صراحت صورت گرفته، تو در سوره مبارکه انعام در آیه 50 هم نفی علم غیب از پیامبر به صراحت صورت گرفته که پیامبر عالم غیب نیست. عالم غیب پیامبر نیست چی معنا؟ که پیامبر عالم غیب کلی هم نیست، جزئی هم نیست. یعنی میره بار بار ما تکرار میکنم، چرا که یک تعداد مردم پیامبر عالم غیب کلی نمیدانه، عالم غیب جزئی میدانه. میگن علم غیب جزئی به پیامبر داده شده، کلی داده نشده. بنابراین ما کلی را نفی میکنیم و جزئی را، که پیامبر از امور غیبی برابر یک ذره هم خبر نداشته، الا اینکه رب برش بگوید، الا اینکه رب برش بگه که او با علم غیب نیست، او انباء الغیب است، او خبر دادن از غیب است. توجه شدیم به موضوع؟ او که پیامبر علیه الصلوة والسلام فرمودن که در امت ما که باشد مثلا یک زمانه میاد که یعنی مردم مال غنیمت را مال شخصی خود فکر می‌کنند، اذا اتخذ الفیء دولا والزکات والامانه مغنما والزکات مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امراته وعق امه. متوجه شدین؟ اینی چیزی که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که وظاهرت الاصوات فی المساجد وظاهرت القینات والمعازف وشربت الخمور و امثال از این چیزی که درباره علامات قیامت یا دیگه فرمودن که ما امروز میبینیم. این کلش ریشه در کجا داره؟ در انباء الغیب داره که الله به پیامبرش گفت که چنین میشه، چنین میشه، چنین حالات میآید و رسول الله علیه السلام با امتشان شریک ساختن و امروز او را ما میبینیم. این علم غیب نبوده که پیامبر غیب گفته بوده، انباء الغیب بوده. این تفاوت داره علم غیب و انباء الغیب. دقیق شدیم به موضوع؟ پس علم غیب به شکل کلی و جزئی از پیامبر منفی است. انعام آیه 50، در آیه 50 انعام ببینیم اینجا به صراحت است. الله رب العالمین به پیامبرش میگه که بگو ای پیامبر، آیت 50 است، قل بگو ای پیامبر با امتت بگو لا اقول لكم عندي خزائن الله، ما برای شما نمیگم که پیش من خزائن الله هست. خزائن الله چی معنی؟ که ما هستم روزی رسان، ما هستم براتون روزی کم میتم زیاد میتم. نه خزائن پیش من نیست. لا اقول لكم عندي خزائن الله، خزائن پیش من نیست. خزائن پیش کی است؟ پیش الله هست. ولله خزائن السماوات والارض، او رزاق است و خزانه پیش او است. پیامبر میگه من نیستم. درست شد؟ وقتی که پیامبر میگه که پیش من خزائن نیست و من روزی رسان نیستم، خب ابوالفضل خو هیچ. ابوالفضل خو کی است؟ ابوالفضل حضرت عباس رضی الله تعالی عنه خو کاکای پیامبر صلی الله علیه و سلم است. تو امام الانبیا میگه که لا اقول لكم عندي خزائن الله، من روزی رسان نیستم، خزانه پیش من نیست.
تو پس سوال پیدا نمیشه که کسی عباس را روزی رسان بداند یا هم کسی هم حسن و حسین و حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنهم اجمعین ایشان را روزی رسان بدانند، جز صفاحت کار دیگری نیست. و ادامهش ببینین ولا اعلم الغیب. کی میگه؟ پیامبر میگه نه؟ الله و پیامبر میگه که بگو که ولا اعلم الغیب. اینجا کلام موضوع جزئی و کلی آمده؟ نه آمده. نمیدانم غیب را، بالکل نمیدانم، نه کلیش میدانم نه جزئیش میدانم، خبر ندارم. ولا اعلم الغیب، درست؟ ولا اقول لكم انی ملک، و دعوای ملک بودن هم ندارم که بگم من فرشته هستم، فرشته هم نیستم. انما انا بشر مثلكم یوحى الی، بشر هستم مثل شما. ملک هم دعوای ملکی هم ندارم که بگم والا من تو از شما برتری دارم و ملک هستم، مثل شما یک بشر هستم. فقط تفاوتم در امی است که یوحى الی، و من وحی میشه و به شما نمیشه. باقی در دیگر چیزایمون مشترک هستیم، زن، اولاد، بخور، بنوش، بخواب، قوم، قبیله، در کلش. فقط و فقط امتیاز ما این است که ارتباط ما مستقیم به رب العالمین است. یوحى الیه، که از آدرس الله به ما وحی میشه. اینمی وجه امتیاز ما است. دیگر مشترکات ما شما کلش یکی است. من تو دعوای برتری ندارم از شما. خو این اتبع الا ما یوحى، اینجا هم است که یوحى الیه، ما پیروی فقط هم وحی هستم که به من صورت میگیره. و کسانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را عالم غیب کلی یا جزئی میدانند، از این آیت جواب میدن. میگه در این آیت که اصل نفی دعوا است، نفی دعوا است، نفی علم غیب نیست. نفی دعوا است چی معنی؟ پیامبر میگه که من خو علم غیب میدانم، خود دعوای غیب دانی نمیکنم، که یعنی بگم من غیب دان هستم. نفهمیدین گفت مطلب گرفتید؟ یعنی یکی است که یک نفر میفهمه، مثلا یک نفر عالم است مگم دعوای علمیت نداره، یک نفر است مثلا عالم است میفهمه ولی اصلا دعوای علمیت نداره که بگم من علامه هستم، من شیخ القرآن هستم، شیخ الحدیث هستم، با من کسی مقابله کرده نمیتونه، من جوابای کل گیره میتونم. این دعوا است. توجه شده؟ تو گویا پیامبر علم غیب هم میگه من میدانم، خود دعوایش ندارم، تو نمیگم که من عالم غیب هستم، خب میدانم. توجه نشده؟ یعنی خود فریب دادن دیگه. میگه که در اینجا نفی علم غیب پیامبر نمیکنه، ای تو نمیگه من غیب نمیدانم، میگه من دعوای غیب دانی ندارم، میدانم خود دعوایش ندارم، نمیگم که من غیب دانم، کلی گپا میفهم شما هیچ خاکره نمیفهمین، تکبر ندارم به غیب دانیم دیگه، خب میدانم. توجه نشده موضوع؟ در حالی که این هم مثل همون گپای دیگه شانواری است که انما انا بشرم مثلکم، این هم مثل همون گپای دیگه شانواری است که غصاهم که غصاء السیل، یک چیزی هباء منثورا است که من خودی جا صراحت داره که ولا الله برش میگه که بگو که ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک. خب هر صورت در سوره اعراف تا آیه 188 شم نفی علم غیب از پیامبر است. سوره مبارکه اعراف، سوره مبارکه اعراف که شما ببینین در سوره اعراف در آیه 188 آیه 188 سوره اعراف 188 سوره اعراف پیدا کردین؟ قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الله و پیامبرش میگه قل بگو پیامبر لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، من محمد در حق خودم مالک نفع و ضرر نیستم، یعنی به این معنی که خودم فایده رساندن نمیتونم و ضرر از خودم دور کردن نمیتونم. الا ما شاء
الله مگر آنچه که الله بخواه. الله بخواه یعنی الله رب العالمین اگر یک ضرر از ما دور بکنه یا یک نفع به ما برسانه، او جدا موضوع است که الله به ما ضرر را دور میکنه و نفع میرسانه. اما ما خودم برای خودم مالک نه نفع هستم نه مالک ضرر هستم. نه به خودم کدام فایده رسانده میتونم، نه از خودم کدام ضرر را چی کده میتونم دور کده میتونم. دیگه پا کی میگه؟ پیامبر میگه. نه الله و پیامبر میگه که بگو. که پیامبر چنین میگه که ما یعنی به خودم مالک نیستم. چی تو این بزرگان دیگر غیر از پیامبر هیچگاه یک ولی مثل پیامبر شده نمیتونه. ما به این باور هستیم که کل یعنی شخصیت ابو بکر و عمر و عثمان و علی و کلشون که باشه به گرد قدم محمد رسول الله نمیرسه. اما تو هست یعنی که بزرگترین انسانها بعد از رسول الله هو بودن، اما کل شما برابر یک گرد قدم رسول الله نمیدانید. به این اندازه جایگاه رسول صلی الله علیه و سلم است. به همین شکل با مراتبی که در میان صحابه است باز متوجه هستیم. ما هیچ وقت یک تابعی را برابر صحابی نمیدانیم. هیچ وقت که باشد یک تبع تابعی را برابر تابعی نمیدانیم. هر کس منازلش است، هر کس جایگاه خود را داره نداره. بزرگترین مقام از الله است که رب العالمین است. بعد از الله یعنی جایگاه فرشتگان و انبیا و به همین شکل که باشد هر یکی از خود یک جایگاه خاصی خود داره. هر گاهی که ما جایگاه ها را عوض بکنیم، یکی را به جای دیگه ببریم، دچار افراط میشیم و این افراط ما را میبره به شرک. افراط ما را میبره به چی؟ به شرک. وقتی که ما حضرت علی را بیاریم از جایگاه پیامبرم بالا ببریم، این جایگاه خدایی برش بتیم، میره شرک دیگه. شرک خود ریشه در چی داره؟ یا در افراط داره یا در تفرید داره و بیشتر ریشه در افراط داره. محبت زیاد به یک شخص بالاخره او را میبره به جایگاه که صفات خدایی برش داده شود. حرفم در اینجا بود که پیامبر وقتی که با اون بزرگواریش مالک نفع و ضرر برای شخص خودش نیست، پس حضرت سیدنا علی المرتضی رضی الله تعالی عنه چطور باشه؟ او میتونه شخص خودشه کدام نفع برسانه به خودش یا از خودش کدام ضرر را توانی دور کردنش داشته باشه. پیامبر خود میگه من ندارم. اولیاء شاید داشته باشن، مرشد سیبا، پیر سیبا اونا خود شاید داشته باشن، چرا که درجه از یا خیلی سا بالاست دیگه. نه وقتی که موضوع نفع ضرر و نقصان از پیامبر شد که پیامبر مالک نفع و ضرر برای خودش نیست، برای دیگران خود باشه، برای دیگران خود نیست، حتی برای خودش نیست. چه جایی باشه که ما کسای دیگری را بگوییم که یا ضرری میرسانند یا استکی ضرری میرسانند یا همسته که فایده میرسانند یا ضرر دور میکنند، این کاملا یک باور غلط است. و همچنان در ادامه ببینیم که ولو کنت اعلم الغیب، پیامبر میگه اگر من علم غیب میدانستم، ای صحابه او مخاطبین قرآن، اگر من محمد علم غیب میدانستم لاستکثرت من الخیر، ما بسیار خیره که باشه چی میکردم؟ جمع میکردم برای خود. بسیار خوب سرمایه دار، بسیار دیگه بسیار خیرها را برای خود جمع میکردم. توجه هستی؟ و یکی خود خیره برای خود زیاد چی میکردم؟ جمع میکردم. هر قدر خوبیایی که می بود برای خودم جمع میکردم، زیاد میگرفتم. دوم است که و ما مسنی سوء، اگر من علم غیب میفهمیدم دندانم در وقت شهید، دندانم میده نمیشد، رخسارم پر از خون نمیشد، میفهمیدم که اینمی جمع تو یک واقع میشه نمیرفت. و ما مسنی سوء، و من هیچ اصلا یک حالت برام نمی آمد، هیچ اصلا سرم جادو نمیشد. اما روزی که کرده بودن میفهمیدم که کی کرده، در کجا هست، میرفتم میکشیدم، محوش میکردم. اگر من علم غیب میفهمیدم اصلا الله مرا مورد عتاب قرار نمیداد. نمیگفت که عبس و تولى عن جاءه الاعمى، نمیگفت لما تحرم ما احل الله لك، برای من نمیگفت که ما کان النبی ان یکون له اسرى حتی یسکن فی الارض. این عتابات به من نمیآمد، چرا که قبل از وقت میفهمیدم که چی شدنی است.
خب اصلا نه ایتاب میشدن نه دیگه میشدن نه الله ما را سرزنش میکرد در جایی. خب این سرزنش ها مبنایش به است که پیامبر عالم غیب نبود، نمیفهمید. خب عمود تخمین خود ازد که خیر عبدالله ابن مکتوم از خود از پسانتر برش مسئله را بیان میکنه. آلی سردارا را گیرم خوردن باش که به یا بگویم یک تخمین خودی پیامبر بود که الله را خوشش نیامد. پیامبر مورد عتاب را عبس و تولا ان جاءه الاعمى.